بلوگر استنداپ کمیک 30 ساله ترکمن محمد ممدوف شب 4 اکتبر سال 2023 در نزدیکی خانه‌اش در شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان در نتیجه حمله یک گروه ناشناس کشته شد. یک منبع از شو بیزنس ترکمنستان به شرط افشا نکردن نامش به نشریه ترکمن نیوز خبر داد که شب 4 اکتبر ممدوف همراه یک دوستش به خانه‌اش که در کسبه 11 اشقاباد جایگیر شده است برمیگشت. در نزدیکی خانه‌شان به آنها یک گروه ناشناس حمله آورده است. به احتمال غالب هدف حملگران ممدوف بوده است، چون که دوست او را آسیب جدی نرسانیدند. بعد لطوکوب حملگران ممدوف را به خانه‌شان درآورده زیر کلبه کردند و سپس فرار کردند. در خانه باز بوده است. منبع این خبر گفته است که از بس که محمد بسیار وقتا دیر می اومد، پدرش در خانه را شبها باز می گذاشت. صبح 5 اکتبر جسد الکی سرد شده بلاگر را پدرش و پسر 9 ساله محمد علی اصغر پیدا کردند. روز 6 اکتبر ممدوف را در زادگاهش سرخس ولایت اخل به خاک سپاریدند. منبع ترکمن نیوز همچنین خبر داده است که آن دوست ممدوف را که آن شب همراهش بود بعد لطوکوب بلاگر گم شد. حالا برای بازجویی به پلیس کشانده ایستادند. نام این دوست ممدوف نشر نشده است. معلوم نیست که آیا در رابطه با این حادثه یگان پرونده جنایتی گشودند یا نه. مقامات ترکمنستان درباره جنایت‌هایی که در این کشور رخ می‌دهند یگان معلومات رسمی نشر نمی‌کند و این باعث به وجود آمدن آوازهای گوناگون می‌شود. از جمله در مورد مرگ محمد ممدوف نیز بنا به اطلاع ترکمن نیوز آوازهای درباره احتمال در این جنایت دست داشتن جیان‌ها پیدا شدند. در ترکمنستان زیر مفهوم جیان‌ها خویش و تبار سرشمار پرزیدنت سابق این کشور قربانگل بردو ممدوف را در نظر دارند.